به این قول خود من حالا هم استوار هستم، اگرچه جمهور فقها دیگر جانب هستند. من قول متقدمین مفسرها را میگیرم که مردی که در خانه زن نکاحی دارد اگر رفت و زنا کند و البته او زنا میکند، نه اینکه او حرام است براش، بلکه او حلال دانسته میکند، بلکه او از او زنا لذت میبرد، در او زنا او پول صرف میکند، این نشانی است که از او فعلش راضی است، او را برای خودش لذت میداند، بنابر همین نکاح با همسرش بریده میشود. یا زنی هم که شوهر دارد و اما دانسته با شوهرش به خاطر 4 سوم پول، به خاطر یک لباس بار، به خاطر 1 ساعت معیشت لب دریا و ساونه های فاسقا شوهرش خیانت میکند، ناموس شوهرش پایمال میکند، این زن هم نکاحش با شوهرش بریده میشود. خوب این قول من نیست، بازم میگم تفسیر مبارکه سوره نور در قرطبی هست و این چنین قول حضرت امام حسن است، قول حضرت جابر از صحابه رسول اکرم است که کسی زنا کند و او اگر در خانه همسر داشته باشد، نکاح بین او همسرش بریده می شود. و هر زن